معلم کیست و وظیفه او چیست؟ از برتراند راسل. نشر یافته در کانال تلگرامی ذهن پویا. تولید صوتی آوای بوف. راوی نوای آزادی. avayaboof.com. حرفه معلمی و تدریس در 100 سال اخیر بیشتر از هر حرفه دیگر دستخوش تغییر و تحول گردیده و از حرفه کوچک و محدود و بسیار تخصصی که با اقلیت مردم ارتباط داشته به شعبه عظیم و مهم از خدمات عمومی تبدیل شده است. معلمی سابقه دراز و بس شریف دارد که از آغاز تاریخ تا ازمنه اخیر ادامه داشته است. اما در جهان کنونی معلمی که از عقاید و آرمانهای اسلاف خود ملهم می گردد احتمالاً به این نتیجه می رسد که وظیفه وی آن نیست که آنچه را فکر می کند تعلیم دهد، بلکه وظیفه‌اش تلقین عقاید و عام داوری هایی است که کارفرمایانش مفید و ثمربخش می شمرند. در روزگار گذشته کسی را معلم می دانستند که دانش و حکمت فوق‌العاده داشته و مردم نیز سعی وافی مبذول می داشتند تا در حلقه درس او حاضر شده و به گفته‌های پربارش گوش فرا دهند. در زمان قدیم معلمان گروه متشکلی نبودند و کسی بر کار آنها و آنچه تعلیم می دادند نظارت نداشت. اما این موضوع درست است که معلمان مکرر به جهت عقایدی که اظهار می داشتند مورد تنبیه قرار می گرفتند. سقراط به مرگ محکوم شد و افلاطون به زندان افتاد. لیکن این وقایع مانع اشاعه عقاید آنان نگردید. انسانی که ذاتاً و بالقوه معلم باشد دوست دارد از طریق کتابهایش زنده بماند و به بقای جسمانی علاقه ای ندارد. احساس استقلال فکری برای جامعه عمل پوشاندن به وظایف معلمی لازم است. چون معلم وظیفه دارد دانش و حکمت خود را تا سرحد امکان به افراد تلقین کند و در بالا بردن سطح تفکر عمومی جد و جهد بلیغ مبذول دارد. در روزگار قدیم معلم این وظیفه را آزادانه انجام میداد، مگر در موارد نادری که مداخلات نابجا و بدون تأثیر حکام ظالم و مردم قشری و متعصب در کار آنها وقفه ایجاد می کرد. در قرون وسطی معلمی در انحصار کلیسا درآمد و نتیجه آن شد که امور فکری و اجتماعی جوامع به طور بطنی پیشرفت کند. هنگامی که دوره رستاخیز علم و ادب یعنی رنسانس آغاز شد و اهمیت خاصی برای تعلیم و تعلم قائل شدند، معلم نیز آزادی بسیار زیادی برای تعلیم و تعلم پیدا کرد. درست است که تحقیق و تفحص گالیله را وادار به توبه و استغفار کرد و دانشمند معروف دیگر گیوردونو برونو را به تیر بستند و او را سوزاندند. لیکن هر یک از این مردان بزرگ قبل از آنکه مورد تنبیه قرار گیرند وظیفه خود را که همانا تنویر افکار عمومی بود انجام داده بود. مؤسسات علمی از قبیل دانشگاه‌ها در انحصار فیلسوفان جزمی و متعصبان مذهبی بود و در نتیجه قسمت اعظم بهترین کارهای فکری به وسیله دانشمندانی که مستقلاً کار می‌کردند و هیچ گونه ارتباطی با این مؤسسات نداشتند انجام می‌شد. در انگلستان علل خصوص تا اواخر قرن 19 دانشمندان طراز اول به جز نیوتن هیچ گونه ارتباطی با دانشگاه‌ها نداشتند. اما ساختمان اجتماعی آنچنان بود که این عدم ارتباط با دانشگاه‌ها هیچ گونه مانعی در راه اقدامات و فعالیت‌های سودمند آنها به وجود نمی آورد. در جهان کنونی و تشکیلات بسیار وسیع آن،
ما با مسئله‌ای جدید روبرو هستیم. چیزی به نام تعلیمات معمولاً به وسیله دولت و گاهی اوقات به وسیله کلیساها به هر یک از افراد داده می شود. بنابراین معلم در اکثر موارد حکم یک کارمند رسمی را دارد که ناگزیر به اجرای اوامر افرادی است که نه دانش و معلومات او را دارند و نه تجربه‌ای برای هدایت جوانان و نظر آنان در مورد تعلیم و تربیت مانند نظر متصدی تبلیغات است. در چنین شرایطی به آسانی نمیتوان دریافت که معلمان چگونه میتوانند وظایفی را که در تخصص آنهاست به مرحله اجرا درآورند. تعلیمات دولتی امری کاملا ضروری است، اما این گونه تعلیمات آشکارا خطرات مخصوصی هم در بر دارد که در برابر آنها ضوابط دفاعی هم باید موجود باشد. خطراتی که باید از آنها وحشت داشت به نحو بارز و در نهایت عظمت خود در آلمان نازی دیده شدند و این خطرات هنوز هم در روسیه مشاهده می شوند. در جایی که این خطرات موجود باشند، کسی می تواند معلم باشد که مرام یک آیین مبتنی بر تعصب را بپذیرد و کمتر فرد دانشمند و آزاد فکری طبیعتاً به چنین راه و روشی تمایل پیدا می کند. در این صورت معلم باید نه تنها چنین آیینی را بپذیرد، بلکه بر پلیدی‌ها و نادرستی‌ها هم باید به دیده اغماض بنگرد و از بیان افکار خود در مورد امور جاری به شدت احتراز کند. مادامی که معلم فقط الفبا و جدول ضرب را تعلیم می دهد، چون نسبت به این موارد بحث و جدلی در نمی گیرد، هیچ گونه مانعی در کار تدریس وی به وجود نمی آورند. اما حتی هنگام تدریس این مواد در کشورهایی که دولت در انحصار یک حزب است و کلیه شؤون زندگی افراد در اختیار دولت است، معلم نباید از روش‌هایی استفاده کند که به نظر او بهترین نتیجه علمی را خواهد داشت، بلکه با وادار کردن بدون چون و چرای معلمان به تسلیم محض و تبعیت از قدرت او باید به آنها ترس و وحشت، تملق و چاپلوسی و اطاعت کورکورانه را تلقین کند. به محض آنکه بخواهد پا را از مطالب و مفاد معمولی و مبرهن فرانهد و به مطالب اصولی و جدی بپردازد، ناگزیر است از نظرات مقامات رسمی تبعیت کند. در نتیجه جوانان افراد متعصبی از آب در می آیند، همانطور که در آلمان نازی اتفاق افتاد و اکنون هم جوانان شوروی همین وضع را دارند. در چنین وضعی جوانان از جهان خارج و آنچه در آن طرف مرزهای کشورشان می‌گذرد اطلاعی نخواهند داشت و اگر هم عقیده‌ای داشته باشند هرگز در خود جرأت اظهار آن را نمی‌بینند. این وضعیت خطرات کمتری در بر دارد از وقتی که عقاید افراطی و تعصبی مانند قرون وسطی و اشاعه مذهب کاتولیک جنبه همگانی و بین المللی پیدا کنند. اما فیلسوفان جزمی و پیروان متعصب عقاید مذهبی مفهوم فرهنگ بین المللی را قبول ندارند و به همین علت در آلمان، ایتالیا و روسیه و حتی ژاپن آیین‌های متفاوتی را ترویج و تبلیغ کردند. در هر یک از این کشورها جد و جهد بسیار میشد که جوانان را به طور تعصبی ملت پرست بار آورند و در آنها حس برتری نژاد را بپرورانند. آن می شود که افراد یک کشور یا افراد کشور دیگر هیچ گونه وجه اشتراکی نخواهند داشت و هیچ یک از جنبه‌های مشترک تمدن نمی‌تواند دشمنی‌ها و خصومت‌های بین دو کشور را برطرف کند. فرهنگی که بر اصول بین المللی نهاده شده بود، از زمان جنگ جهانی اول با سرعتی روزافزون رو به اضمحلال نهاده است. در سال 1920 هنگامی که در لنینگراد اقامت داشتم، استاد ریاضیات دانشگاه آن شهر را ملاقات کردم. وی مردی جهان دیده بود که با لندن و پاریس و سایر پایتخت‌های جهان آشنا بود و در کنگره‌های مختلف بین‌المللی عضویت داشت.
در زمان کنونی دانشمندان شوروی اجازه ندارند به مسافرت‌های علمی بروند که مبادا میان آن کشورها و کشور خود مقایسه به عمل آورده نتایج نامطلوبی به دست آورند. کشورهای دیگر در تعلیم و تربیت جوانان به مسئله برتری نژاد کمتر توجه دارند، ولی باید اذعان کرد که این احساس در همه کشورهای جهان اکنون بیش از هر وقت دیگر شدت و حدت دارد. در انگلستان و به عقیده من در ایالات متحده آمریکا کوشش می شود که برای تدریس فرانسه و آلمانی از وجود فرانسوی ها و آلمانی ها استفاده نشود. توجه به ملیت شخص در انتساب او به مقامی و عدم توجه به مهارت و تخصص او به زیان تعلیم و تربیت و توهینی به آرمان و هدف غایی فرهنگ بین الملل است. فرهنگی که میراث امپراتوری روم و کلیسای کاتولیک بوده و اکنون در اثر هجوم فرهنگ‌های ناپخته و خام در شرف اضمحلال و نابودی است. در کشورهای آزاد این خطرات به حدودی که در بالا بدانها اشارت رفت نرسیده است. اما باید اذعان داشت که خطر جدی وجود دارد که این عوامل سوء در تعلیم و تربیت توسعه پیدا کنند، ولی اگر افرادی که به آزادی فکر معتقدند بتوانند معلمان را از اسارت فکری محفوظ دارند، میتوان این خطر را به نحو مستوفی دفع کرد. شاید اولین شرط لازم یافتن مفهومی دقیق و روشن در مورد خدماتی است که از معلمان انتظار می رود برای جامعه انجام دهند. من با دولت‌های جهان هم عقیده هستم که انتقال اطلاعات معلوم و روشن که به مباحثه و جدل نیاز ندارند یکی از معمولی ترین وظایف معلمان است. البته همه اصول بر این اصل بنا نهاده شده است که در یک تمدن فنی مانند تمدن ما این اصل بلا تأمل فایدتی محسوس دارد. جامعه اکنون به تعداد کافی افراد متخصص و فنی نیازمند است که وسایل فنی را که راحت و آسایش جسمانی ما بر آنها مبتنی است حفظ و نگهداری کنند. علاوه بر این اگر درصد عظیمی از جمعیت از نوشتن و خواندن عاجز باشند، این موضوع برای جامعه موجب ناراحتی خواهد بود. با توجه به این دلایل ما همه با تعلیمات اجباری جهانی موافق هستیم. اما دولت‌ها چنین دریافتند که در دوره تعلیم میتوان در مورد موضوعات جدلی تلقین عقاید کرد و افکار افراد را آنچنان پرورش داد که مفید یا مضر به حال افراد صاحب قدرت باشد. دفاع از دولت در همه کشورهای متمدن به عهده معلمان و صاحبان شمشیر است. به جز کشورهایی که دولت در انحصار یک حزب است، دفاع از دولت امری مطلوب است و تعلیم و تربیتی که بدین منظور اعمال می گردد فی نفسه قابل انتقاد نیست. انتقاد هنگامی پیش خواهد آمد که دولت در کار تعلیم و تربیت از روش‌های مخالف روشنفکری استفاده کند و به احساسات غیرمنطقی توسل جوید. اگر دولتی ارزش دفاع داشته باشد، استفاده از چنین روش‌هایی کاملاً غیر ضروری است. به هر حال افرادی که دانش کافی در مورد تعلیم و تربیت ندارند، طبیعتاً مایلند از این روش‌ها استفاده کنند. عقیده اکثریت بر آن است که وحدت عقیده و تقلیل آزادی موجب تقویت و نیرومندی ملل می گردد. مکرر شنیده ایم که آزادی یک کشور را در زمان جنگ ضعیف و ناتوان می کند. در صورتی که در هر یک از جنگ‌های مهم از سال 1700 به بعد کشوری پیروز شده که از آزادی بیشتر بهره‌مند بوده است. در اغلب موارد ملت‌هایی به ورطه نابودی کشیده شدند که به وحدت عقیده اعتقاد داشته و افراد را از بحث آزاد برحذر داشته و قدرت تحمل عقاید مختلف را نداشتند. فیلسوفان جزمی در سراسر جهان معتقدند که حقیقت اگرچه برای ایشان کاملا معلوم و مسلم است، ولی دیگران اگر به مباحثات از جهات دوگانه گوش فرا دهند عقایدی نادرست پیدا خواهند کرد. این نظریه است که منجر به یکی از
دو مصیبت جهانی می گردد. یا یک گروه از فیلسوفان جزمی جهان را مسخر و از اشاعه عقاید تازه جلوگیری می کنند، و یا مصیبت بارتر آنکه فیلسوفان رقیب مذاهب مختلف را تحت سلطه خود درآورده، افراد هر مذهب را علیه افراد مذهب دیگر برمی‌انگیزند. خطرات ناشی از پیروزی گروه اول در قرون وسطی وجود داشتند و خطرات گروه دوم در طول سالهای جنگ پیدا شده و مجدداً در زمان کنونی هم وجود دارند. گروه اول تمدن را متوقف و از پیشرفت آن جلوگیری می کند و گروه دوم تمدن را کاملا نابود و منهدم می کند. در برابر این هر دو گروه و خطرات ناشی از آنها، معلم باید مدافع اصلی باشد. این موضوع کاملا روشن است که روحیه متشکل حزبی یکی از بزرگترین خطرات زمان ماست. این روحیه در هیئت ملت پرستی و برتری نژاد منجر به جنگ میان ملل می گردد و در شکل‌های دیگر موجد جنگ‌های داخلی می شود. وظیفه معلمان آن است که از کشمکش میان اصحاب به دور مانند و روش تحقیق بی‌طرفانه را به جوانان تلقین کنند و آنها را راهنمایی کنند که امور را بر مبنای اهمیتی که دارند مورد قضاوت قرار دهند و قضاوت‌های یک جانبه را تنها به جهت ارزش ظاهری که دارند نپذیرند. معلم نباید عام داوری‌های توده مردم یا مقامات دولتی را تبلیغ کند. شرافت حرفه‌ایش ایجاب می‌کند که در مورد همه امور عدالت را رعایت کند و کوشش کند که از مرحله بحث و جدل در بگذرد و در یک محیط آرام علمی به تحقیق و تفحص بپردازد. اگر نتایج تحقیقات وی برای گروهی از مردم خوشایند نباشد، باید از معلم در برابر کینه‌توزی این افراد دفاع کرد. مگر آنکه ثابت شود که معلم با اشاعه موضوعات غیر حقیقی قابل اثبات به تبلیغات ناصواب دست یازیده است. بنابراین وظیفه معلم تنها فرو نشاندن آتش مباحثات جاری نیست. وی وظایف مهمتری دارد که باید انجام دهد و وی را هنگامی میتوان معلمی بزرگ و شایسته دانست که ذاتاً و بالقوه مایل به اجرای این وظایف باشد. معلمان بیش از هر طبقه دیگر دفاع از تمدن را بر عهده دارند. آنها باید از معنای تمدن به وجهی نیکو آگاه باشند و به انتقال خصیصه و روحیه مبتنی بر تمدن به شاگردان خود رغبت تام و تمام داشته باشند. اکنون این سوال در برابر ما قرار دارد که یک جامعه متمدن به چه خصوصیاتی نیازمند است؟ به این سوال از طریق اشاره به آزمایش‌های مطلقاً مادی میتوان جواب داد. جامعه متمدن است که ماشین آلات زیاد، اتومبیل‌های بیشمار و حمام‌های متعدد داشته باشد و تحرک زیادی در همه امور آن دیده شود. به عقیده من اغلب افراد معاصر به این چیزهای بیش از حد معقول اهمیت می‌دهند. تمدن به معنای اخص کلمه مفهومی ذهنی است و با زوائد مادی وابسته به جنبه جسمانی زندگی ارتباطی ندارد. تا آنجا که به دانش مربوط است، انسان باید از خرد و کوچکی خود و محیط محدودش نسبت جهان از نقطه نظر زمان و مکان آگاه باشد. باید بداند که کشورش یکی از کشورهای جهان است و افراد هر کشوری برای زیستن، فکر کردن و احساس کردن از حقوق متساوی برخوردارند. او باید زمان خود را به نسبت قرون گذشته و آینده بسنجد و بداند که مباحثات زمان او در نظر مردم قرون آینده عجیب و غریب جلوه خواهد کرد، همانطوری که مباحثات قرون گذشته برای ما عجیب و غریب به نظر می رسند. اگر با دیده بازتری بنگریم، او باید از وسعت دورانهای زمینشناسی و فواصل کرات آسمانی آگاه باشد. اما این اطلاعات نباید روحیه انسانی را در هم بشکند، بلکه باید در حکم جام جهان نمایی باشد
که ذهن و قلمرو اندیشه آن را وسعت دهد. اگر انسانی بخواهد متمدن باشد، باید از جهت احساسات هم دارای وسعت نظر باشد. آدمیان فاصله بین تولد و مرگ را می‌پیمایند. در این فاصله گاهی اوقات خوشبخت و گاهی دچار بدبختی هستند. بعضی اوقات بخشنده و گاهی اوقات حریص و طماعند. گاهی اوقات روحیه قهرمانی دارند و گاهی اوقات جبون و فرمانبردارند. در نظر انسانی که بر مسئله حیات به دیده تحقیق بنگرد، بعضی چیزها ارزشمند و قابل تحسین جلوه می کنند. بعضی افراد از عشق به بشریت الهام گرفتند. بعضی به وسیله هوش سرشار خود به ما کمک کردند که جهانی را که در آن زندگی می کنیم بشناسیم و بعضی به وسیله ذوق لطیف و احساسات رقیق زیبایی را خلق کردند. این افراد موجد چیزهایی نیکو شدند که ظلم و ستم، بدبختی و مصیبت و خرافات را تحت شعاع قرار دادند. این افراد تا آنجا که در قدرت ایشان بوده، در بهتر ساختن زندگانی آدمی کوشیدند. انسان متمدن اگر نتواند چیزی را تحسین کند، به جای انتقاد و سرزنش کوشش می کند که آن چیز را درک کند. وی می کوشد علل غیر شخصی انحرافات را کشف کرده، آنها را از بین ببرد و هرگز از افرادی که در دام این انحرافات گرفتار آمدند متنفر نیست. همه این امور که برشمردیم باید در ذهن و قلب معلم موجود باشد. در این صورت معلم این موارد را از طریق تدریس به جوانانی که تحت تعلیم او هستند انتقال خواهد داد. معلم خوب کسی است که به شاگردانش علاقه داشته و قلباً مایل باشد که آنچه را درست و صحیح می‌داند به آنها انتقال دهد. مبلغ چنین خصلتی را فاقد است. مبلغ بر دانش آموزان به چشم سربازان یک قشون می‌نگرد. در این حالت دانش آموزان افکاری در سر دارند که با زندگی خود ارتباط ندارد و در این صورت هیچ فکر و هدفی بر اصل صحیح خود استوار نیست، بلکه از این اهداف و افکار برای ناحق کردن حق و افزایش قدرت حاکمان ظالم استفاده می شود. مبلغ دوست ندارد که شاگردانش جهان را مورد بررسی و تعلم قرار دهند و آزادانه هدفی را برگزینند که به نظر آنها دارای ارزش است. مانند متخصص گلکاری دوست ندارد که شاگردش به میزانی که دلخواه اوست تربیت و پرورش پیدا کنند. بدین ترتیب از رشد طبیعی آنها جلوگیری می کند و حسادت و بی‌ذوقی و خشونت را جانشین قدرت و نیروی ذاتی آنها می کند. هیچ گونه احتیاجی نیست که افراد ظالم باشند. برعکس، من معتقدم که جلوگیری از رشد فکری افراد در سنین جوانی موجب پیدایش ظلم و ستم و خشونت در افراد می شود. در وضعیت کنونی جهان، عقده‌های آزاردهنده روانی به وفور در افراد دیده می شود. اما این عقده‌ها در اصل جزء ذات آدمی نیستند. به عقیده من این عقده‌ها ناشی از احساس عدم خوشبختی است. یکی از وظایف معلم آن است که شاگردانش را به راه‌هایی هدایت کند که برای آنها امکان فعالیت‌های سودمند و دلنشین وجود داشته باشد و اجازه ندهد شاگردانش به طریقی هدایت شوند که میل به آزار دیگران در آنها تقویت شود. در نظر اغلب افراد خوشبختی هم برای خودشان و هم برای دیگران هدف است. لیکن این طرز تفکر ممکن است موافق با حقیقت نباشد. یک طریق آن است که انسان به خاطر هدف عمومی از خوشبختی شخصی چشم بپوشد و طریقه دیگر آن است که انسان خوشبختی عمومی را اصلاً به حساب نیاورد. اما این حالت گاهی اوقات به غلط نوعی جوانمردی تلقی می شود. کسانی که این خصلت را داشته باشند نوعی خشونت و بیرحمی در آنها پیدا می شود
که احتمالاً مبنای آن نوعی حسادت ناآگاهانه است و این حسادت معمولاً از کودکی و یا جوانی در فرد ریشه پیدا می کند. هدف معلم باید آن باشد که شاگردانش را از چنگال این امراض و ناراحتی‌های روانی برهاند. چنین شاگردانی چون معنای خوشبختی را درک می کنند، بدین جهت هرگز حسادتی هم نسبت به خوشبختی دیگران نخواهند داشت. در وضعیت کنونی جهان، اغلب معلمان نمی توانند آنچه را که از عهده آن برمیآیند به وجه احسن انجام دهند. این مسئله دلایل بسیار دارد. بعضی از این دلایل اتفاقی و بعضی دیگر ریشه‌های عمیق دارند. در مورد دلایل اتفاقی باید گفت که اغلب معلمان بیش از حد معمول کار می کنند و به جای تقویت و تربیت روحی و ذهنی جوانان، آنان را برای گزاردن امتحانات آماده می کنند. افرادی که با حرفه معلمی آشنایی ندارند و متاسفانه همه مقامات مسئول تعلیم و تربیت هم از این گروهند، هیچ گونه بصیرتی در مورد اهمیت ذهن در کار تعلیم و تعلم ندارند. کشیش‌ها هرگز در یک روز چند ساعت متوالی موعظه نمی کنند، در صورتی که معلمان باید روزانه ساعت‌های متوالی به کار تدریس بپردازند. در نتیجه اغلب آنها دچار بیماری‌های عصبی هستند. از آخرین تحقیقات و پیشرفت‌هایی که در موضوعات مورد تدریس آنها انجام می‌گیرد دور مانده و بنابراین نمی‌توانند در شاگردان خود شوق و ذوقی برای اخذ معلومات جدید به وجود آورند و آنها را از فواید ذهنی که از درک مطالب جدید و دانش تازه به دست می‌آید بهره‌مند سازند. البته این موضوع به هیچ وجه مهمترین و جدیترین مسئله نیست. در اغلب کشورها بعضی عقاید درست و بعضی دیگر ناصواب و خطرناک تلقی شدند. معلمانی که عقاید ناصواب دارند باید مهر خاموشی بر لب بزنند. این معلمان اگر عقاید خود را اظهار کنند، تبلیغ به حساب خواهد آمد، در صورتی که اظهار عقاید درست در حکم تعلیم و تربیت صحیح تلقی خواهد شد. نتیجه آن می شود که جوانان محقق برای درک مسائلی که بزرگترین دانشمندان معاصر بیان داشتند به محیط خارج از کلاس درس روی می آورند. در آمریکا درسی به نام علوم مدنی تعلیم داده می شود که در این درس بیش از هر درس دیگر روش تدریس گمراه کننده است. امور اجتماعی و عمومی را آنطور که دلخواه دولت است به جوانان می‌آموزند و به دانشجویان فرصت نمی‌دهند که اموری را آنطوری که با موازین کلی و حقیقی مطابقت دارد مورد بررسی و تدقیق قرار دهند. هنگامی که جوانان رشد می‌کنند و حقیقت را در می‌یابند، نتیجه آن می‌شود که بدبینی شدیدی پیدا می‌کنند و این بدبینی آرمان‌های ملی را تحت شعاع قرار می‌دهد. در صورتی که اگر حقیقت در سنین جوانی به آنها آموخته شده بود، مردان و زنانی کارآمد بار می‌آمدند و در برابر هر عمل غیر ثوابی ایستادگی می‌کردند، لیکن اکنون این گونه اعمال ناصواب را با بیمیلی می‌پذیرند. یکی از گناهان بزرگ افرادی که مسئول طرح برنامه‌های آموزشی هستند این است که عقیده دارند که اطلاعات نادرست به دانش آموز دادن عملی آموزنده است. من با این فکر به شدت مخالفم و عقیده دارم که معلم خوب کسی است که کوشش می‌کند در جریان تدریس هرگز حقیقت را به دلیل اینکه ممکن است ذهن دانش آموز را روشن کند، مخفی و پنهان نکند. ایمان و اعتقادی که بر مبنای جهالت استوار باشد، سست و ناپایدار است و چون در برابر حقیقت قرار داده شود، یکباره از بین می رود. در این جهان افراد بسیاری هستند که قابل ستایشند و جوانان باید بدانند که این افراد به علت چه خصائلی قابل ستایش هستند. اما این خیانت است که به جوانان بیاموزیم که بدکاران و اراذل را تحسین کنند و نابکاری‌های آنان را از نظر جوانان مخفی بداریم.
بعضی افراد فکر می کنند که اطلاع پیدا کردن از اشیا به همان کیفیت که وجود دارند منجر به بدبینی می شود و این در صورتی است که این دانش و اطلاع نسبت به اشیا به طور ناگهانی و با دلهره و اضطراب حاصل شود. در صورتی که اگر این دانش به مرور زمان حاصل شود و حقایق عالم هم بر این دانش افزوده شود و منظور هم این باشد که حقیقت از طریق مطالعات علمی به دست آید، آنگاه نتیجه دانش یأس و بدبینی نخواهد بود. به هر حال دروغ به جوانان آموختن در حالی که جوانان وسیله‌ای برای سنجش آنچه میشنوند ندارند خیانتی بزرگ است. برای حفظ دموکراسی و آزادمنشی معلم باید بکوشد که در دانش آموزان خود نوعی تواضع و بردباری به وجود آورد تا آنها بتوانند به گفته‌های دیگران که عقاید مختلف اظهار می‌دارند گوش فرا دهند و هرگز نسبت به عقاید خود تعصب نداشته باشند. شاید یکی از انگیزه‌های طبیعی آدمی این است که بر آداب و سنن اقوام دیگر که با آداب و سنن او تفاوت دارد با دیده خشم و تنفر بنگرد. مورچه‌ها و وحشیان بیگانگان را می‌کشند و آنهایی که فکر و جسمشان رشد پیدا نکرده است نمی‌توانند آداب و سنن و عقاید ملل دیگر، ازمنه دیگر، فرقه‌ها و احزاب سیاسی دیگر را تحمل کنند. این نوع نابردباری که حاکی از جهل و نادانی است، مخالف اصول تمدن و یکی از جدیترین خطراتی است که دنیای پرجمعیت ما را تهدید می‌کند. نحوه تعلیم و تربیت باید برای رفع این خطر بر مبنایی صحیح طرح ریزی شود. اما در زمان کنونی کوشش مهمی در این راه به عمل نیامده است. در هر یک از کشورهای جهان اصول ملت پرستی تعلیم داده می شود و به شاگردان مدارس می آموزند که ساکنان کشورهای دیگر از جهت عقل و فکر پایین تر از آنها هستند. هیجانات روحی که نابهنجارترین و خطرناکترین احساسات هستند، به جای آنکه تضعیف شوند پیوسته افزون می شوند و جوانان را تشویق می کنند که به آنچه مکرر می شنوند اعتقاد آورند و به آنچه از نقطه نظر عقل و منطق صحیح است توجه نکنند. در همه این موارد معلمان را نمی توان سرزنش کرد، چون معلمان آزاد نیستند که آنچه را می خواهند تعلیم دهند. معلمان هستند که از احتیاجات جوانان به نحو احسن اطلاع دارند و به خاطر تماس روزانه با جوانان آنها را دوست دارند. اما معلمان راجع به مواد تدریس و روش‌های تدریس هیچ گونه اختیاری از خود ندارند. معلمان باید برای انجام وظایف خود از آزادی خیلی بیشتری برخوردار باشند. معلمان باید اختیارات بیشتری از نقطه نظر تصمیم گیری داشته باشند و مقامات اداری و کسانی که از کار تعلیم و تربیت اطلاعی ندارند کمتر در کار آنها دخالت کرده به ایشان در کار خود استقلال بیشتری بدهند. در زمان ما هیچ کس قبول نمی کند که مقاماتی که با علم طب آشنایی ندارند برای معالجه بیماران روش‌هایی را به اطباء پیشنهاد کنند و تنها خود طبیب است که باید با استعانت از دانش و استعداد خود بهترین طریق را برای معالجه بیمار خود پیدا کند. معلم هم نوعی طبیب است که منظورش پرورش فکر جوانان است، اما به خلاف طبیب حق ندارد که خودش بر مبنای تجربیاتی که کسب کرده مناسب ترین روش‌ها را برای جامعه عمل پوشاندن به هدف خود برگزیند. در جهان فقط چند دانشگاه وجود دارند که به دلیل سابقه طولانی و حسن شهرت استقلال علمی خود را حفظ کردند. اما اکثریت عظیم مؤسسات آموزشی به وسیله کسانی اداره و نظارت می شوند که کوچکترین اطلاعی از موضوع تعلیم و تربیت و نحوه اجرای آن ندارند. برای حفظ دموکراسی در جهان کنونی باید برای افرادی که به کارهای عام المنفعه اشتغال دارند تا حد معینی استقلال قائل شد و در میان این افراد رفیع ترین مقام را معلمان دارا هستند. معلم مانند هنرمند، فیلسوف و ادیب
فقط در صورتی میتواند وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد که فردی آزاد باشد و به وسیله ذوق خلاق باطنی هدایت شود و فرد دیگری در کار او هیچ گونه دخالتی نکند. در جهان کنونی برای افراد مشکل میتوان مکانی پیدا کرد. وی میتواند به عنوان دیکتاتور در دولت یک حزبی یا منبع قدرت در یک کشور کاملا صنعتی بالاترین مقام را داشته باشد، اما در قلمرو اندیشه و فکر به سختی میتوان استقلال خود را حفظ کرد و از تأثیر عظیم نیروهای متشکل که زندگی مردان و زنان را در جهانی کنونی تحت مراقبت دارند به دور ماند. اگر جهان بخواهد همیشه در دامان خود مردان و زنانی بزرگ که افتخار بشریت بدان هاست بپروراند، باید به وضع کنونی جهان و تشکیلات عظیم موجود آزادی و محیط فکری مناسبی برای آنها فراهم آورد. این موضوع مستلزم آن است که افراد صاحب قدرت برای دانشمندان آزادی عمل بیشتری قائل شوند و این نکته را دریابند که بعضی افراد وجود دارند که باید به آنها برای انجام دادن وظایفشان آزادی و میدان عمل داد. خلفای اعظم کاتولیک در دوره رستاخیز علم و ادب یعنی رنسانس برای هنرمندان زمان خود چنین محیط آزادی را فراهم کرده بودند. اما مردان و زنان قدرتمند زمان ما به سختی حاضرند چنین امتیازی را به نوابغ اعطا کنند. ترجمه محمد وحید دستگردی، مجله ارمغان، تیر 1352، شماره 4. پایان.